امروز همینطور که سر چهارراه نشسته بودم و منتظر بودم، هر کی رد میشد میگفت این خراب شده مال کی است؟ خراب تیم آیه دکتر بزن باید. شرمنده اخلاق تیم. حالا میسازم در خلال برنامه. آیه دکتر، دو تا موضوع استراتژیکی خیلی مهم رو میز نظامه که ناجور نگرانم کرده. این دوتا، یکی عملیات مقدس ناموفقمون تو واشنگتنه که الهی اونی که لوداد خیر نبینه، یکی هم بحث استراتژیکی مقام عظماست که این نظام مقدس الهیمون رو کن فیکون میکنه و دیگه نهاد ریاست جمهوری نداریم، بعد دیگه سفرهای استانی آقا محمود نداریم، مجمع تشخیص مصلحت و باقی مانده حاج آقا رفسنجانی هم جمع میشه و دیگه همش تو خود مقام عظما جمع میشه. نمیدونم بین این دو چطوری اولویت بندی کنم. این شیر تو گل گیر کردم. اصلا خود این گیر کردن هم شده یک مشکلی که گفتم بیام با شما طرحش کنم. نور استراتژی رو پیشونی دیدم. برو برا خودت. بعد از 90 و بوقی بالاخره یه سوالی کردی که راستی استراتژی کیه؟ محکم بشی، کمربند نجات خودت هم ببند، قول بده پرت و پناهای یه مش شودبشنگ احمد رضا رادان و نمیدونم احمدی مقدم و یه مش مثل اینا رو واسه من نخونی تا ببرم تو باغ استراتژیکی ویراج بدم و بگردونمه. این دوتا داستان که گفتی از پایین به هم مربوطن، مثل دوتا یکم یک کشتیگیر که وقتی به هم چپ بشن دو خم آدمو میگیرن و میکوبن رو زمین. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پدر بزرگه به نوش گفت برو قایم شو، مثل که گند تو مدرسه بالا آوردی معلمتون اومده دنبالت. نوه گفتش که اونی که باید قایم بشه من نیستم، شمایی. من بهش گفتم نمیام مدرسه چون شما مردی. روشن شد یا همچین بذارم که جای پدر بزرگه تو بمیری. آیه دکتر، کاش جای پدر بزرگه میمردم و این جمله بعدی رو نمیخوندم. این اول منظورت علی لاریجانیه، ولی من از این به بعد نمیگم تا همه همون فکری رو بکنن که وقتی آدم میشنوه اول به کلش میزنه. البته بعد از اینم که بگین علی لاریجانی باز همون اول به کله آدم میزنه. به هر حال این اومد ایز گم کنه، زد به دیوار بغلی و آینه ماینه رو شکست و مالوند و رفت. گفته که این چه داستان مسخره که برای نظام ساختن؟ مگه تریاکی میتونه عملیات تروریستی بکنه؟ این داره صاف زیرا به مقام عظما رو میزنه. نامرد توانایی مقام عظما رو تو اجرای فعالیت‌های برون مرزی سال میبری. ولش کن، از نفهمیشه با دعوا درست نمیشه. چرا حسود مردم میشی؟ بذار شاد باشه برای خودش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله، میگفتن دعا باید همیشه این باشه که خدایا یا پول بده یا اگه نمیدی عقل درست حسابی هم بهم نده که شاد باشم برای خودم. این سه کله پوک دوتاشو با هم دارن. پول تا دلت بخواد، عقلم که خب همینی که دیدی. مقام عظما گفته قضیه رو سنبل کنی، آتیشش پر منو نگیره. این شعورش به این رسیده. حالا مقام عظما که این حرفو میزد منظورش به 4 تا آدم فهمیده استراتژیستی مثل من بوده. البته مثل شما 4 تا که سهل، 3 تا هم که سهل، 2 تا هم پیدا نمیشه. آیه شرمنده اخلاقتم 6 جهته، در مونده مرامت هم بدجور. نمیخواستم بحث شیرین و قشنگ تو قطع کنم، ولی این حقیقت گویی زقت وادارم که کی نکته استراتژیکی وسط بگم. 3 تا گل هستن که خیلی عزیزن و اهمیت ویژه دارن، با گلای دیگه فرق میکنن. یکی گل دقیقه 90، یکی گل مساویه، مخصوصا تو بازی فینال که یکیچ عقب باشی، یکی هم تویی. آیا دکتر ما حد اکثر یه آینه هستیم که مرام معرفت شما رو منعکس میکنه. اون که بله، تازه اگه بتونی که معمولا هم نمیتونی، یک بار، فقط یک بار بهت میگم که خیلی خاطرتو میخوام، چون که خوب نیست آدم زیاد دروغ بگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن شوته رفت نونوایی، گفت یه نون بدید، طرف گفت ساده یا خاشقاشی. این نمیفهمید یعنی چی، ولی مثل همین اول میخواست جست خودشو بگیره. گفت فرق نمیکنه، من با دوچرخه اومدم. روشن شد یا همچین بذارم که تا نونوایی قل بخوری. آیه دکتر، نه اینکه از دعوای شما ناراحت باشم، از قدیم گفتن چوب استراتژیک گله، هر کی نخورده استراتژیکی خله. ولی برای آخر برنامه میخوام به امت همیشه در صحنه مژده بدم که اگه تو این برنامه هیچ مسئله ازشون حل نشد و ابهاماتشون بیشترم شد، نگران نباشن. هفته دیگه هم هست، ما هم هستیم، شما هم هستین. آی دکتر،
نظام الهی اونم ممکنه باشه ممکنه نباشه. هفته دیگه یه خورده ریزه باقی مونده که هستشو به اونا میپردازیم، مثلا اختلاس که تعداد متهماش عین بازار بورس همینطور داره میره بالا. گرچه مقام عظما گفتن واردش نشین، ولی فعلا که هیچکی گوش نکرده، خودشون هم گوش نکردن. مگه ما اینجوری هستیم؟ سوریه و دلنگون شدن بشار، عراق و بنبست مالکی، ادامه عملیات مقدس برون‌مرزی. فقط واشنگتن نمیگه، ما بازم هست که تا هفته آینده ممکنه رو بشه. ما که دست بر نداشتیم و کوتاه هم نمیایم و شوخی هم با کسی نداریم. وضعیت اقتصادی یارانه، اتمی و قطعنامه‌ها، تأثیرات تحریم‌های سخیف و بی اثر، افغانستان، انتخابات مجلس، مصلحت نظام، تعطیل کردن مجمع تشخیص مصلحت، حذف پست ریاست جمهوری. صاحب کابینم چه خبره تو همینجوریه؟ بزن رو ترمز تو هم دیگه. استراتژیست گفت گیر آوردی، همینطوری گونی میریزی رو میز. کی میخواد اینا رو ورداره جواب بده؟ بازم هست آقای دکتر، نمیتونی جواب بدی. بگو نمیتونم، ولی من که میتونم بپرسم. اون نوری که روی پیشونیت بود نور استراتژی نبود، نور خودم بود که مرکز شده بود. الان نشون دادی 2000 استراتژی تو نشر نکرده، قدر استراتژی نمیتونی بگو نمیدونم. اگه به مقام عظما نشر کرده باشه به منم نشر کرده.